اما بعد، سخنان زیبا و ارزشمند جناب مفتی حفظه الله تعالی همه ما استفاده کردیم. الله تعالی به همه ما توفیق عمل عنایت کند. در همین راستای سخنان ارزشمند ایشان جملات شکسته به خاطر مناسبت روز خدمت شما عرضه می شود. این ایام ما را به یاد حضرت ابراهیم علیه السلام و به یاد رحمت للعالمین حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به یاد حضرت هاجر و حضرت اسماعیل می اندازد. ایام حج هست و حج را اولی کسی که به خانه کعبه را بنا کرد و به حج دعوت کرد بنابر اذن و دستور الله تعالی و مراسم حج بنیان گذاری شد توسط حضرت ابراهیم علیه السلام. بنیان گذاری حج حضرت ابراهیم علیه السلام و همینطور بنیان گذاری قربانی را هم حضرت ابراهیم علیه السلام بنیان گذاری کرد که قربانی حضرت اسماعیل بود و الله تعالی حضرت اسماعیل نجات دادن و به جای حضرت اسماعیل که قربانی گوسفند و حیوانات الله تعالی توی دنیا سنت گذاری کرد و در دنیا راه افتاد. و لحاظا حج برای کسانی است که توفیق دارند موفق شدن توی مراسم حج شرکت کنند و به زیارت خانه کعبه و به زیارت شاعر الله و مقامات حج نائل بشن. حج برای اونها است و قربانی برای همه ما است، برای همه مردم دنیای و همه جهانیان. و این سنت خلیل علیه السلام را و سنت ابراهیم حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما که وارث حضرت ابراهیمیم، امت ما وراثت ابراهیمی را داره و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را الله دستور داده که و ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا، شما دین ابراهیمی را و ملت ابراهیمی را اتباع کنید. و لحظه ملت ما و ملت ابراهیم یک ملت هست، ما یک ملتیم، بر یک دینیم، دین تمام امت مسلمه و همه مسلمانان افتخار دارند که دین ابراهیمی را دارند و ما افتخار داریم که بر مسیر حضرت ابراهیم علیه السلام و بر ملت ابراهیمی قرار دادیم. ملت ابراهیمی ملت مسلمانه که ابراهیم خودش دعا کردند که الله یک کسانی را بیاورد، ملتی را بیاورد از فرزندان او که به نام مسلمان باشند، مسلمان و واقعی باشند و از الله تعالی فرمان ببرند. و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در نتیجه دعای ابراهیم علیه السلام مبعوث شدند خاتم النبیین در ذریت و نسل حضرت ابراهیم علیه السلام از حضرت اسماعیل و حضرت هاجران
و امت ما امت ابراهیمی است و امت ابراهیمی امت توحیده. امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم امت توحیده. امت ما بری از شرک و متنفر از شرک. میبینیم همین گوسفندی را که به عنوان قربانی آن ذبح میکنه و قدم مبارکش را بر صفحه گردن حیوان میگذاره، میخوانه که انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکین. و آن حضرت چقدر این کلمه را به زبان میاره که من از مشرکان نیستم. و ابراهیم علیه السلام شرک به شدت رد کردن و ملت ما ملت توحیده و دین حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین توحیده و ابراهیم علیه السلام هم ملتش ملت توحیده. و چقدر این نعمت و این سرمایه عظیمه که امت ما را الله تعالی بری از شرک قرار داده. راه و روش و منش ما بر وحدانیت خدا، بر توحید خدا استواره و این عقیده مبارک است. قرآن که تلاوت بکنید حیران میشید که چه اندازه قرآن عظیم الشان دلائل بر وحدانیت الله و دلائل بر رد شرک و پرستش غیر خدا قائم میکنه و بیان میدارد. و لحاظ این عمل در این ایام خاص است، ایام استثنایی این 10 روز و بر این 10 روز الله در قرآن سوگند یاد کرده والفجر و لیال عشر و الشفع والوتر. بر این 10 شب و شب نام برده الله تعالی که این بیشترین وقت عبادت بیشتر که انسان خلوت میشه با اللهش در شب هاست. شب و روز همه اینها با برکت و مبارک و این ایام عمل صالح در این عشره نزد الله تعالی چقدر ارزش داره. عمل نیک که شما عمل نیکی انجام بدید، عمل صالح انجام بدید، خدمت برای مردم انجام بگیره، به فقرا رسیدگی بشه، به خانواده های زندانی ها رسیده بشه، به یتیم و به مستمند و به کسی که لباس ندارند شما لباس کمک کنید، به کسی که طعام ندارند و شما طعام به اونها بدید، کمک مالی بکنید، در فکر دیگران باشید و همدردی با کسانی که دستشون خالی است داشته باشید. چقدر ارزش داره نزد الله تعالی. اول روزه بگیرید، نماز بخونید، قرآن تلاوت کنید، از انواع عمل صالح استفاده کنید، درود به کثرت بخوانید و ذکر الله را در این ایام به کثرت بخونید که ایام ذکر. و این ایام مثل ایام بقیه سال نگذرد از ما، مثل ماه گذشته ماه آینده نباشه. همه ایام باید الله را به کثرت یاد کنیم و بندگی، اما مخصوصا در این که ارزش زیاد داره. و فرمودن که حتی جهاد در راه الله، از جهاد در راه خدا عمل صالح در این ایام بیشتر نزد خدا محبوبه. مگر کسی که با مالش خارج بشه، جانش در راه الله بره،
و در راه خدا کشته بشه، مالش هم از دست بره. این عمل نزد الله خیلی بزرگه. این عمل حتی از عمل در این ایام هم بزرگتر هست. و روی این توجه به عمل باشه. قربانی بسیار عمل بزرگی است. این ثواب بعد از این ایام به من و شما نمیتوانیم گیر بیاریم. این عمل بزرگی است. قربانی انشالله گرچه حالا گران شده، قیمتش گرانه، ولی کوشش بشه، تلاش بشه به هر حال که ما حداقل گوسفند قربانی کنیم یا 7 نفر در شتر شریک بشیم، در یک شتری و 7 نفر در یک گاو شریک باشیم، هم این قربانی درسته. و گوسفند از یک نفره و لحاظا این قربانی سعی کنید که داشته باشید و در 3 روز عید قربانی میشه. بهتره که ما در روز اول نشد در روز دوم قربانی من انجام بدیم. گرچه برای هر ملت حساب او اعتبار داره، ممکنه حساب متعدد باشد توی جهان اسلام و برای هر کس حساب خودش اعتباره ولی احتیاط بهتر هست. و الله تعالی من و شما را توفیق بده روزه بگیرید، گرچه هوا شدید گرمه اما همت شما بالاتر از این هست. و خصوصا روز عرفات اینجا فرمودن که و شفع والوتر و وتر همون روز عرفه هست و شفع روز عیده. جبت و تاک الله تعالی روز عید خیلی روز بزرگی است و عظیمی است و عرفه هم روز خیلی بزرگه. در عرفه روزه گرفتن، روز عرفه برای غیر حاجی ها، برای حاجی ها نه، ولی برای غیر حاجی ها ثواب و اجر عظیم داره. الله تعالی توفیق بده. جلوتر تکبیر می آید و انشاءالله اون تکبیر های تشریک بعضی از صحابه از در کل ای ایام یکی از اذکارشون همین تکبیر بود، تکبیر تشریک. الله اکبر الله اکبر لا اله الا والله اکبر. ولی از عرفه به عمر بعد از هر نماز گفته میشه روز صبح روز عرفه. ولی اینطور که ذکرای بلنده و ذکرای توحیدی است و گفتنش در کل این ایام از اذکاری که شما اصلا این تسبیح کنید و بخونید و لحاظ زنان بخونند، مردان بخونند، همه اذکار و لحاظ اینها بسیار ارزشمنده و بسیار مفیده. به همه هموطنان عزیزم و به همه مسلمانان خطاب بنده است که دین ابراهیمی بالاترین شرفه، بالاترین عزته که ما از طریق ابراهیم، از طریق حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به الله تعالی واصل بشیم و این دین برای ما سرمایه عظیم و سرمایه بزرگه. به هر حال دنیا زندگیش هر اندازه طولانی باشه، 70 ساله، 80 ساله، 100 ساله بعد میمیریم و پیش الله تعالی میرویم و دنیا و ابزارش و وسایل و امکاناتش هیچ دردی برای آخرت ما دوا نمی کنند و ما باید از طریق اعتقاد صحیح و از طریق اتباع رحمت للعالمین ابراهیم خلیل الله به اقتدا با این بزرگان و تابعداری از این بزرگان خدا را بندگی کنیم و دینا به هر حال به خاطر یک سری مسائل دین نباید موائل بکنیم و توصیه میکنم بنده و تاکید دارم که به دین استقامت بکنید. از عمل اگر از بنده و امثال بنده دیدید که مناسب نبود
از اصل دین فراری نباشید و از خود دین بیزار نباشید و نفرت نکنید. دین خوبه، عمل کرده ما ممکنه با دین مطابقت داشته نباشه و به نام دین باشه و عمل کرده ما مناسبتی با دین داشته نباشه. الله تعالی به همه ما توفیق عنایت بکند. یه چیزی که این روزها در کشورمان ما آزار میده و همه را پریشان کرده است و نگرانی عموم فرار مغزها و فرار بسیاری از ایرانی ها، فرار نخبگان کشور هست و متخصصان و تحصیل کردگان و انسانهای باسواد و توانمند از کشور فرار میکنند. ما یکی از کشور هستیم که بیشترین مهاجرت و فرار را به کشورهای دیگه داریم. یکی از بالاترین کشورها توی دنیاییم که مهاجران ما زیادن که هجرت میکنن و این مشکلات متاسفانه از مسائل فدیده های مختلف سرچشمه میگیرد که یکی از این بزرگترین از این مشکلات همین مشکلات اقتصادی است که متاسفانه پول ما از ارزش افتاده و همین پول پیدا نمیشه. هر کسی نمیتونه همین پول کم ارزش را که مالیت نداره هر کسی نمیتونه پیدا بکنه. شما باید 50 میلیون تومان داشته باشید یا 50 انده تا $1,000 به دست بشه برای تو و $1,000 همه کس با $1,000 هم حتی نمیتونه زندگی کنه. اونی که پولش کمتره درآمدش کمه و او چگونه زندگی بکنه؟ خیلی رنج و زحمت و فشار زندگی، فشار اقتصادی بر مردم فشار آورده شدیده و لحاظا این سبب میشه که بسیاری که درآمد دارن فرار بکنن. حالا اونی که نداره او شاید جای دیگه بره شغل پیدا بکنه یا نه چه بشه، ولی این افرادی که میدانن جای دیگه برایشون شغل هست، جای دیگه برایشون کار هست، ملت های دیگه برایشون نیاز دارن، برای تخصصشون نیاز دارن، اینها فرار میکنند از کشور به کثرت و بالاترین سرمایه هر کشوری توی دنیا نخبگان کشورها، صاحبان اندیشان، مغزای متفکران و اینها بالاترین سرمایه که میتوانند تأثیر گذار باشن برای منافع ملی، میتوانند تأثیر گذار باشن برای ملت ما، برای جامعه ما. وقتی اینا فرار میکنن سرمایه بزرگ ما اینا که از دست ما میره و روی این مسئله اقتصادی یکی از مسائل بسیار مهم و مشکل در کشور ما و متاسفانه یک چیزی که توی کشور ما ضربه خورده است، من جلوتر این مسئله را گفتم هم که منافع ملی ضربه خورده است و او اندازه که در دنیا، در ملت‌های دنیا و در جهان کنونی بر منافع ملی تاکید میشه و فکر میشود، متاسفانه توی کشور ما بر منافع ملی تمرکز حاصل نکردن. دولت‌ها، مسئولان، تصمیم گیرندگان کشور به منافع ملی تمرکز نکردن. منافع مختلف کشور را هر کسی که نفوذی داشته، هر کسی که توانایی داشته، بالاخره این فرصت ها را، امتیاز ها را بسیاری برای خود تصرف کردن، برای خودشون با نفوذشون بردن
و تمرکز در منافع ملی نشده امروز که منافع ملی ضربه خورده، منافع عموم مردم، منافع عموم کشور و بالاخره خزانه ها خالی شده و مشکلات ایجاد شده است. این مشکل رنج های همه طیفه را در همه سطح تحت فشار قرار داده است. بسیاری الان تلاش میکنن ولی دل ما آب نمیخوره که بتوانند اینها اقتصاد را درست بکنن. برای اینکه دو چیز حیاتیه برای اینکه بتوانند اقتصاد را درست کنند، دو چیز خیلی مهمه و یکی ابزار این عرض کنم که اقتصاده و هر برنامه دیگر نیاز به ابزار داره و نیاز به وسائل داره، نیاز به افراد توانمند داره و دوم نیاز به برنامه ریزی و سیاست گذاری داره. تا سیاست ها درست نباشند، تا سازوکار صحیح نیاید روی کار و تا ابزار و آلاتش برابر نباشه و صحیح نباشه نمیشه که مشکل را مثل اقتصاد و مانند دیگه مسائل و مشکلات هم هست بتوانن حل بکنن. و لحظه این واقعا نگرانی موجوده توی این جریان. ما توی آینده چیزی نمیبینیم و خدا بکنه که باشه، ما نمیگه که نباشه، باشه که رنج ملت ما، رنج مردم ایران کاهش پیدا بکنه. اونی که درآمد دارند الان نگرانند و زندگی برایشون مشکلی، او که نداشتن، کم داشتن، ناکافی داشته، اونا خیلی مشکلشون. از مشکلات کشور ما متاسفانه در ایران ما یک مشکل از گذشته داریم. در دورانی که پادشاهی بوده تو ایران همین مشکل بوده و در دوران جمهوری اسلامی همین مشکل ادامه داشته است که یک طیف خاص اطراف بزرگان هم میگیرن، بزرگان کشور را، و کسی را راه نمیدن نزدیک. دردهای عموم مردم و خواسته های مردم، خواسته های به حق مردم به مسئولان کما حق نرسیده. در گذشته همینطور دوران پادشاهی هم همین بوده. پادشاهان اطرافشون گرفتن، افراد با عنوان خیرخواه یک طیف خاصی را گذاشتن ملاقات کنه، یک طیف خاصی را گذاشتن که حرفهایشون برسه و کسی را میپسندیدن که تمجید بکنه، تعریف بکنه، ستایش بکنه و به پادشاهان بگه که همه چیز وفق مراده، همه چیز درسته. و متاسفانه الان هم به همین صورت بوده گذشته و باید توی شهروند این کشوریم و اطلاعات داریم که به هر حال دنبال چه طیف‌هایی بودن که وصل کنن به مقامات بالا و منتقده انتقاد گریزی بوده توی کشور ما. کسی که انتقاد کنه، زبان انتقاد داره، حرف مردم بزنه، حرف خیر مملکت، اون چیزی که به خیر مملکت از او فرار کردن، او را نپسندیدن و اون نتیجه همین میشه. وقتی که به مسئولان بالا مشکلات نرسه، اما این حرفا را برای الان میزنم، برای آینده هم میزنم. هر کس در هر جای از دنیا بیاید به عنوان حاکم و مدیریت کشور در دستش باشه، باید در اختیار طیفای محروم باشه،
در اختیار طیفهای فقیر باشه، در اختیار طیفهای منتقد باشه، اونی که انتقاد داره، اون که حرف داره. و اگر همون فقط کسانی که طیف خاصی هن، وقتی که اینها را حرفشون گوش بشه و انتقاد گوش نشه، واقعیت نمیرسه، نتیجه میشه که تصمیم گیری هم نادرست میشه. لحظه انتقادها را گوش نکردن. توی کشور ما انتقاد گریزی بوده، هر کسی که انتقاد کرده او را زنگ زدند از جاهای گروه های فشار و افراه و زنگ زدن و گفتن که شما حتی نماینده مجلس ها اگر انتقاد کرده هم فشار آمده به سرش، داد کشیدن بر سرش و دیگران هم همینطور. گریز از انتقاد این خیلی سخته و خیلی ضرر داره. انتقاد تا نباشه و تا مشکلات بیان نشن و آدم نشنود مشکلات بزرگان، تصمیم گیرندگان، لحظه اصلاح چگونه به وجود می آید؟ تمرکز قدرت در کشور ما نبوده. قدرتمند توی کشور ما انقدر زیادن و تصمیم گیرنده که بالاخره تصمیم میگیرن که کسی نمیتونه که به هر حال اونها را منصرف بکنه از این مسیر. هر کسی برای خودش تصمیم بگیره، تمرکز قدرت نباشه و تمرکز تصمیم گیری نشه، مشورت و شور و اینها انجام نگیره و تصمیم گیرندگان که بعض سلیقه خود را اعمال میکنن و به جای قانون و لحاظ قانون گریزی توی کشور به همین رو بوده و هر کسی که قدرت داشته بالاخره بره توی مسیرش و قدرتش را اعمال بکنه، نتیجه همین میشه که منافع ملی فدا میشه. منافع ملی در تصمیم گیری تمرکز قدرت هست و قانون هم به هر حال توی این مسئله چاراندیشی کرده، گرچه مشکلات خود قانون داره در این باره و لحاظا نتیجه اینه که امروز مردم بخاطر نبود عدالت و نبودن آزادی های بیان که اینها از مطالبات اساسی و محوری ملت ایران و ملت ایران از این مطالبات کوتاه هیچ وقت نمی آید. اجرای عدالت و رفع تبعیض و ملت بر رفع تبعیض مبارزه می کند و ملت خواهان اجرای عدالت هست و خواهان عدالت، خواهان آزادی بیان، آزادی حیاتی، آزادی مطبوعات، آزادی روزنامه ها، آزادی بیان، آزادی قلم برای هیچ کس گذاشته نمیشه. این نباید توی کشور به وجود بیاید. نیازن، ضرورتن. حالا ما میگه قانون در این باره هم اجرا نشده است و اعمال سلیقه شده، با اعمال سلیقه جلو آزادی ها را گرفته و این به کشور ضربه زده، به منافع ملی ضربه زده، به اصل نظام ضربه زده است. به اصل دین ضربه زده. بالاخره این مسائل و اینها مسائلی که مورد خواست ملی و خواست همه ملتان و ما امیدواریم که مشکلات ها حل بشن و چاراندیشی صحیح بشه و به هر حال این یک طرف چیزی که آزار میده همین قحط است که متاسفانه خشکسالی شدیده
مهاجرت از روستا به شهر و از شهر به شهرها برای ایجاد کار و شغل و نانی و از کشور به بیرون و همه اینها یک سری فشارها آسمانی هست و زمینی و آسمانی برای آنه که به هر حال متاسفانه ما در عمل کوتاهی داریم. ظلمی که انجام میگیره، مظالم که در کشور هست و حق کشی که توی کشوره، مفاسدن، گناهن، چیزی که نافرمانی الله تعالی هست و اینها خونه ناحق ریخته میشه، آه مظلومه و اینها سبب شده که هم طبیعت قهر باشه و طبیعت ناهنجاری داشته باشه و هم عزیزان من این آفتهای زمینی و آفتهایی که از جانب خود ما به ما متوجه ما هستند، همه این مشکلات هم نیاز است که همه ما به الله رجوع کنیم و از الله قهر نباشیم و الله را فریاد بزنیم، چرا که همه چیز در دست الله. تلاشمون بکنیم و تلاشمون بکنیم و لهذا و هم به الله رجوع کنیم تا الله مشکلات. من اینجا یک لفظی به کار بردم سوء تفاهم نشه که مراد من از مبارزه برای عدالت، برای بیان، برای اقتصاد، برای سایر مسائل مهم و محوری و حیاتی کشور مبارزه همون مشروعه و مبارزه سیاسی هست و از لحاظ سیاسی این ملت این خواسته های ملی هست و لحاظ ایشوی تعبیر نشه. الله تعالی توفیق عمل عنایت کنه. من یک توصیه دارم به مسئولان که تجربه های شکست خورده را و سیاست هایی که شکست خورده، اگر سیاست های شکست خورده را اگر کسی دنبال بکنه بغیر از ندامت و پشیمانی هیچ فایده نداره. سیاست هایی که جواب نداده اینا را ویل کنید و با ساز و کار جدید، با سیاست های جدید، با گفتمان با ملت، با گفتگو با مردم، با گفتمان و گفتگو و مذاکره با مردمی که اعتراض دارن، مردمی که حرف دارن، دهان مردم رو باز کنید و حرفشون بشنوید، تنها شنیدن نباشه بلکه عمل باشه. بسیاره شنیدن قرآن میگه که این نشنیدن و او همونش که انسان بشنود عمل نکند. بشنوید از مردم و اصل در هر سیستم و در هر نظام و در هر کشور اصل ملتن، اصل مردمن. به مردم توجه کنید. این مردم خیرخوان، همه ما دلسوزیم. هیچ کسی از ما نباید دارای دنبال منافع شخصی باشه. حداقل ما این تضمین را میتونیم بدیم و این عهد را بکنیم که دنبال منافع شخصی نیستیم. نه قدرت میخواهیم، نه دنبال منافع مادیم، دنبال منافع ملت و مردمیم. و انشاءالله حرفهای ما ریاکارانه نیست و گزافگویی را هم مناسب نمیدانیم. حق کسی را هم نمیخواهیم ضایع بشه
و این به سود مملکت ما، خیرخواه مملکتیم، خیرخواه همه طیفه و طبقاتیم. و به هر حال اگر کسانی شاید منافع را در نظر داشته باشد در آینده، ما فکر منافع همه را توصیه میکنیم که به فکر منافع مردم باشند و مسئولان هم توصیه میکنیم که با این مردم بشینند و بالاخره به فکر منافع این مردم باشند. ما باشیم یا نباشیم، چیزی که ما میخواهیم باشه و دین ابراهیمی و دین محمدی و قرآن و سیره آن حضرت باشه و عدالت باشه، انصاف باشه توی کشور و دنیای مردم هم آباد بشه و آخرت مردم آباد بشه. ما برای ملت ایران سعادت دنیا و آخرت را تا لحظه که نفسمون در بدنه ما منافع دنیایشون را دنبال میکنیم و منافع آخرتشون را، و در این راسته هر تهدیدی را به جان میخریم. و توصیه بنده، چند تا توصیه دارم. توصیه بنده به شما آن است که آقا نگران هیچ وقت نگران هیچی نباشید. من همه چیز در دست پروردگار هست و هرچه که الله بخواهد همون میشه و تا خدا چیز نخواهد هیچی نمیشه. نه نگران باشید، نه جوش بزنید. دعا لازمه، دعا مهم و حیاتیه. و توصیه بنده خدمت شما آن است که آرامشتون حفظ کنید. حالا بعضی این طرف و اون طرف صحبت های گاهی میشه، صحبت های کم و زیاد میشن و لحاظا نگران هم نباشید و آرامشتون حفظ کنید. و همین عزیزانی که علمای و عزیزان انتظامات که شما راهنمایی میکنند همکاری با اینها داشته باشید و بدونید که بعضی عوامل نفوذی هستند، میخوام مشکلات درست بشه، میخوام پای بعضی جوانان را بکشن جای دیگه و مشکل درست بکنن و شما مواظب باشید که عوامل نفوذی هم هست و شما لحاظ احتیاط بکنید خودتون و همه چیز در نظر بگیرید. الله تعالی به شما توفیق عنایت کند. نماز عید ساعت 7 برگزار میشه و این که ما میگیم 7 از 7 جلوتر یعنی نماز برگزار نمیشه، ولی ما میگیم 7 ممکنه 7 و 5 دقیقه باشه و تا صفحه را برابر بکنن تا اون، ولی نماز وقتش 7 اعلام میشه، ساعت 7، چون قربانی هم داریم، آفتاب هم گرمه و لحاظا زودتر هرچی که نماز زودتر برگزار بشه با سنت نزدیک تره. و دومی مسئله اینه که بله روز پنجشنبه عید، روز پنجشنبه روز عید سید قربان ماه را اتفاقا نگاه کردن، ولی شما میدونید که نگاه کردن در عید قربان تا عید فطر تفاوت داره. عید فطر همه بسیج میشن، حالا که تشویق بکنی کسی برای ما نگاه نمی کنه و این تفاوتش هم است. تفاوت دیگری این که آسمان این دفعه خیلی ابری بوده، لحظه ما رویت نشده که ما روز چهارشنبه عید بکنیم. عید روز پنجشنبه، نماز هم ساعت 7 برگزار میشه
و روز عید ما جمع‌آوری کمک که داریم که به همه عزیزان برسونید و این کمک برای مسجد که کار اخیرش مانده و داره کارش انشالله جمع میشه، ولی خیلی هزینه برند این کارها با توجه به تورم، با توجه به گرانی همه چیز چند برابر هر چیزی را میخریم و کارگران هم اینطور مزدشون بالاست. لحظه فکر مسجد باشید و عیدگاه هم چند سالی که ما کار نداشتیم، در بعض قسمتا دروازه هایش مونده، دیوارش ناتمامه، نمای میخوایم برای عیدگاه کار کنیم، برای همین دیوارها نمای بدین دروازه ها را و به هر حال چیزی که اونجا جمع‌آوری میشه نصفش به مسجد هزینه میشه، نصفش به خود عیدگاه. انشالله شما چنان دست پر بکنید و پول نقد بیاورید، چون که اینترنت اونجا اکثرا قطع میشود. و یک توصیه دیگری عزیزان اینجا نوشتن که شما میدونید که برالحوض در لوم زاهدان که حدوداً هر وقت که غذا میپزن 2000 نفر، برای 2000 نفر غذا پخته میشه و این گوشتش خیلی سنگینه. بقیه حالا چیز جالب که حالا من بگم واسه برای خرید گرجه و پیاز 20 میلیون تومان هر باری که بده 20 میلیون تومان. این چیزی که بسیر 1 میلیون تومان خرید شده، حالا مثلا بری برای یک چیزی معمولی که هست 20 میلیون بدید و حافظ الله اینجا پرداخته ایشون میکنن، حافظ محمد اسلام، و ایشون همین فریاد میکنن که خیلی گوشت که اصلا قابل خرید نیست و روی این دوستان تصمیم گرفتن برنامه ریزی کردن که چند تا پایگاه در زاهدان روز عید داشته باشند و گوشت جمع بکنن. لحظه شما هر خانواده که 2 کیلو گوشت بده و اونی که توانایی بیشتر داره بیشتر بده و میشه گوشت جمع‌آوری کرد و بالاخره مشکل بزرگ حل بشه. و ما الان قیمت گوشت مرغ و هم حیوانات واقعا سخته و ما چاره هم نداریم که دست به وام میزنیم، قرض میزنیم برای مخارج و هزینه. و انشالله امسال همکاری بکنن دوستان. اینجا تشکیل دادن در یک قربانگاه هم که کسانی که برای پدر یا مادر و یا برای کسان دیگه میخوان قربانی بکشند، قربانی اضافی دارن، بتوانن قربانی اضافی را اینجا بیارن تحویل بده، یکی تحویل میگیره و شماره میدن، رسما به اونها یا جلو اونها میکشند یا اعلام میکنن که قربانی شما کشته شد و این انتظام هم هست و انشالله اگر کسانی این کار کرده هم خوبه.